شام 9 ماه ساعت 19:20 راننده مرسدس ساکن 32 ساله جماعت نفدی نویه نورآباد سعدالله بهرامجان در کیلومتر 133 راه وحدت نورآباد رشت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده خردسال ایشانوف ایشانجان تویچیویچ سال تولدش 2017 ساکن جماعت دهات کمسمال‌آباد را پخش کرده است. در نتیجه کودک جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. ساکن 30 ساله قبلا برای دزدی سود شده پایتخت این دفعه با اتهام غارتگری دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت که این مرد شب 19 اپریل ساعت 21:15 در کوچه باباجان غفوروف با زوری تلفن موبیلی یک نورس 16 ساله را از دستش کشیده گرفته است. حالا به او بر اساس ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای غارتگری از 3 تا 5 سال زندان تهدید می کند. یک جوانزن 23 ساله ساکن نویه فردوسی پایتخت به آن گمان بر می شود که روز 20 اپریل ساعت 11 با راه پنهانی به خانه یک ساکن 27 ساله امین ناحیه در آمده از آنجا به مبلغ 20,000 سامانی جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده است. اکنون به این جوانزن بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی از 2 تا 5 سال زندان و یا جریمه به مبلغ از 60,000 تا 120,000 سامانی تهدید می کند.